میتونم شما بکی یکمش من همینجا نویسندگی که запугивает دلش تو به براد یعنی که دکترها میترسونن واهمه میکنن که تو همین خیلی کسل البته باید پول کار کنه دیگر چیز угрожает для того что брат مثلا در سیستم حقوق شناسی میترسونن که این خیلی استاتی میگیری این خیلی استاتی میگیری اینه اثبات کرده که اینه تمام خلق میدونن یکی باید ما رو افتاده نشیم نترسیم قانونهای دانیم از روی همین عمل که کردیم شما 100% تبابت نشید بیماری تبابت شونده نیست آدمی تبابت نشونده هست برای اینکه باید آدم خوشش نمیبیاد همه گفت میبرد اجرا نمیکنه این خیلی آدم ها من بسیار مراجعت میکنم وقتی که تکرارا بیان من میگم همون لیستی من اجرا کردگی نکردیم برو راه میگم نه وقتی خودت گیر نه وقتی من گیر باری دیگر مثال ما از همینجا حاضر میخوانم که مراجعتی من مثلا 26 27 پگه 26 میشه شهر بوستان یعنی سابق چیکاربسکی مرحمت آدمی که همونجا هستن روید قصر فرهنگ با گپزنان کنید که من ما اعلام کردم ما تیار چیپته میگیریم آماده ساعت 3 به اشتراک کنن شهر کانی بادام 28 29 اکتبر شهر اسفرس 30 31 اکتبر ناحیه باباجان غفورов 1 2 نوامبر جبار رسولов 3 4 نوامبر ناحیه سپیتامین 5 6 نوامبر ناحیه اشت 7 8 نوامبر من اینا خاطر رسام میکنم برای اینکه رئیسای ناحیه بند هستن بعضا وقتشون نمیشه نه که یکم رئیس محله یکم کسی وابسته کنن که مردم به خبر تکی همه خیلی عالی می اومده است همین دانشمند بوده است یک ملاقات همه آدم بروید تو گوش کنید چی میگود برای خودتون چی میگیرید مثلا کجا نرید همه جا مثلا من گفتم کینو میرید چیپتا پول داده میدورید کنسرت میرید همه خیلی لکسیا حاضر تمام کشورها ترینینگ ها پولات نامقتی میرود برای همین من از فرصت استفاده با مردم ولایت میگم که شما علم آموزید دانش آموزید کتاب خوانید گازت خوانید از آن جمله گازت سالمی و درازعمری ماه یک مرتبه میبرد نرخ یک ساله آبونش 30 سومون در تمام پشته ها مبلغ میگیرن شما آبونه میکنن خانه تما آورده میتن یک چیز یاد گیرید آموزید اساسا مقصدی من آموزاندن و آدم میکند نمیکند این وظیفه باید چون که من ордени дух светова просветители гиртиги ман бояд мардума роҳи тизугба ҳидоят кунам солим гардоним ва сулҳ дар тамоми ҷаҳон ҷангу ҷанҷол нашавад табиатта ҳифз карdatонан экология муҳофизат кунем чунки ин табиат мо худмо нафас мегирем ифлос кардем зарар ба худамо обу ифлос кардем зарари худамо бо дигар авлоди мо дигараш касал мешавад агар мо қадами об бисерем برای من دعوت میکنم که شما باید عقل سالم داشته باشید بدبینی و بخیلی حسود از بین برید یا دیگر با کمک کنید و کم کم خوراک خورید بسیار نخورید مثلا 5 بار خورید نه که کم کم خورید اشکما زیاد سیر نکنید در وقتهای عبید یکم دویم سوم خیلی مور نخورید یک خوراک کفایه است مثلا از من بسیار جا میدارم برای پیش خدمت میگود دوی ماش چی بیارم سه ماش چی بیارم من میگم من یک تاش میخورم من اکنون به حق شده که حاضر کمتر همه یک دوی سه ما کمتر استفاده میکنم چون که همه همین سنف سال که رفت الگای آدم حس میکند که غذا نقص هضم نمیشد گاز جمع میشد خود انسان عذاب میکشد من برای هدایت ما برای شما همین که همین چیزا عادی یاد گیرید عمری دراز بینید سلامت باشید تشکر استاد برای اشتراکتون در برنامه ما برای اینقدر معلوماتی که برای سالمی جامعه طرف این برنامه به تماشاگران عزیز پیشکش کردید ما با خود شما با تمام کارمندان ساحه تندرستی در سیمای شما ما سلامتی رو میخواهیم و تمنا میکنیم که امروز ما هرچی بیشتر از طبیعت برای خود چیزی گرفته باشیم که برای سالمی است در برابر گرفتن از طبیعت ما نباید با طبیعت به اکولوژی زیان رسانیده باشیم و ما بار دیگر خوشی و سعادتمندی رو برایتون تمنا میکنیم و بیننده عزیز اینجا وقتی با برنامه ما جدا شده به انجام رسید و مهمان برنامه ما بودن استاد مولا ظهور طاهری بهترین طبیب جهان در سال 2004 و این البته صحبت اول ما نیست صحبت آخر ما نیست ما کوشش میکنیم که بازم در برنامه‌های دیگر پیگیری موضوع پیشگیری بیماری ها باشه با استاد و متخصصان همین ساحه و با شما من مؤلف برنامه و کارگردان باشد فراح جان تا صبح روز دیگر سالم باشید.